یونیکست. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیزی که در این قسمت از پادکست همراه ما هستند. امروز در واقع میزبان یک دانشجوی PhD در حیطه بهداشت محیط هستیم از دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان. خانم مهندس خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی بکنید که در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید و دقیقاً PhD چه رشته‌ای رو دارید می‌خونید. عرض سلام و ادب. من دانشجو PhD رشته مهندسی بهداشت محیط هستم. ترم 1 و جدیداً کنکور دادم. به سلامتی. خب دبیرستانتون چه رشته‌ای بوده؟ علوم تجربی. و اینکه حالا این رشته‌ای که شما میخونید تحت عنوان بهداشت محیط گرایش رشته‌های انسانی یا ریاضی هم میتونن وارد این رشته بشن؟ نه، فقط از طریق تجربی. و اینکه حالا یه سری گرایش ارشدا دیدم که از رشته‌های دیگه وارد میشن. چه توضیح بدین؟ گرایش محیط زیست بچه‌ای که کارشناسی محیط زیست خوندن یا گرایش عمران اگه خونده باشن میتونن مقطع ارشد و وارد حوزه بهداشت محیط بشن. درسته. و اینکه دانشگاه آزاد هم این رشته رو ارائه میده با پیام نور یا نه فقط پیام نور که اصلا نداره. خب. دانشگاه آزاد هم 1-2 تا دانشگاه بیرجند جدیدن اضافه کرده و دانشگاه تهران فکر میکنم، ولی دانشگاه دیگه بهداشت محیط نیست، ولی مثلا رشته بهداشت عمومی دیدم که هست. یعنی بهداشت عمومی تو دانشگاه آزاد ارائه میشه چند واحدی. و اینکه فوق دیپلم هم داره رشته شما، یعنی کاردانی داره؟ اخیراً کارشناسی پیوسته است، کاردانی نداره. یعنی اینایی که قبلا کنکور دادن سال 70 متولد 60 باشن یا قبلا کنکور دادن، اونا مثلا قبلا که کاردانی گرفتن الان میان که لیسانسشون رو بگیرن، ولی جدیداً کاردانی نداره. و اینکه کلا کار رشته شما چیه؟ یعنی اصلا بهداشت محیط فلسفه‌اش چیه و دقیقاً یک دانشجو تو این رشته چه باید درسی رو میگذرونه و تو چه حیطه‌ای در واقع تحصیل میکنه؟ همینجور که از اسمش پیداست، بهداشت محیط، یعنی ما میایم یه ارزیابی روی محیط انجام میدیم که محیط روی سلامتی ما اثرات مضر یا تاثیر بدی نداشته باشه و همینطور انسان روی محیط اثر نداشته باشه. یعنی 2 جانبه میشه، بین انسان، سلامتی انسان و محیط زیسته و یه کار بین رشته و چون سلامتی انسان دخیله برای ما خیلی مهم محسوب میشه. مثلا بخوایم در نظر بگیریم حیطه آب. خب توضیح بدی راجع به حیطه آب، اصلا اینکه این رشته چه گرایشایی داره؟ مثلا آیا تو هم دوره کارشناسی گرایشتون مشخص میشه یا نه وقتی که ارشد میخواین آزمون بدین گرایش تو دفترچه مشخصه و اگر هست چه گرایشاتی شما میتونید تحصیل بکنید؟ اول به صورت کلیه ما درسای آب و فاضلابو داریم، خاکو داریم، پسماندو داریم، مواد غذایی رو داریم که همه درس‌ها رو میخونیم تقریبا و خصوصا واحدهای ریاضی، استاتیک داریم، بله. ترمودینامیک داریم و درسای مهندسی کنارش هست، خصوصا مثلا نقشه کشی داریم. یعنی میتونیم بگیم بهداشت محیط دریاچه از همه علومه. درست. یعنی هم بر ریاضی بلد باشی، هم فیزیک بلد باشی، هم یه جورایی برمیگرده به میکروبیولوژی، مثلا حتی ما پاتوبیولوژی درسشو داشتیم و همه اینا تو حیطه کاری استفاده میشه. مثلا اگه من برم شهرداری یا گرایش محیط زیست، حیطه پسمان خیلی مهم میشه. یا مثلا آلودگی خاک الان مسئله که خیلی مطرحه، آلودگی آب خیلی مطرحه و همون آب آشامیدنی که میخوریم BOD، COD، کلیفرم کلش و همه اینا باید سنجش بشه. مثلا آب استخری که میریم کلورش باید سنجش بشه و همه مواردی که به سلامتی ربط داره. مثلا یه کار اصلی بهداشت محیطی‌ها تو حیطه مرکز بهداشته که میرن بازرسی میکنن، اون مواد غذایی و نمونه برداری میکنن، آزمایش میکنن که از سالم بودنش مطمئن بشن. بسیار عالی. بعد اینکه خود گرایش ارشد اگر بخوایم بگین، حالا میتونید نام ببرید که بچه‌ها با گرایشاتون هم آشنا بشن؟ یه گرایش‌های سمشناسیه که همینجا دانشگاه اصفهان هست. یه گرایشاش مدیریت پسمانده که من خودم ارشدم مدیریت پسمان بود.
و گرایش‌های دکترا چی؟ همین گرایش‌ها مجدد PhD هم داره یا نه باید تغییر گرایش بدن؟ نه وارد PhD که میشیم همون بهداشت محیطه، ولی پایان نامه رو میتونیم ببریم سمت رشته که علاقه داریم. یعنی توی دفترچه گرایش مشخص نکرده مثل ارشد، درسته؟ نه مشخص نکرده. و اینکه منابعی که توی این در واقع هیته هست اغلب فارسی یا انگلیسیه، یعنی منابع خوبی داره این رشته که؟ بله منابع انگلیسی داره و انگلیسی هایی که ترجمه شده، مثلا متکف برای آب و فاضلابه و چوپانگلوس که برای پس مانده، دو تا رفرنس های خیلی مهم بهداشت محیطی. و اینکه اگر کسی بخواد ارشد این رشته رو بخونه چه منابعی رو شما پیشنهاد میکنید، حالا چه به عنوان نمونه سوال چه به عنوان منابعی که حالا مطرح شده توی دفترچه ثبت نام برای ارشد؟ شما حالا خودتون تجربتون به چه صورت بوده و اینکه چه پیشنهادی دارین برای شنونده ها؟ آلودگی هوا وارکو میتونن بخونن، پسمان چوپانگلوس رو میتونن بخونن، برای با فاضلاب متکف رو میتونن بخونن. و به نظر من برای ارشد اولویت اول باید تست های سال قبل باشه، چون خیلی تکرار میشه. خصوصا مثلا کتاب دکتر سینا دو برادران برای تست ها توضیحات خیلی خوبی نوشته، یعنی پاسخنامه اون تست ها پاسخنامه جامعی داره. ولی اگه بخوان رتبه خیلی بهتری بیارن و بهتر موفق بشن، در کنارش میتونن کتابای مشایخ صالحی رو بخونن و در کنار این دوتا کتابی که یکم جامع و خلاصه است، اگه بخوام بازم مطالعه کنم، همون رفرنس هایی که گفتم. و اینکه چقدر فرصت میخواد خوندن برای ارشد که یه رتبه خوبی بیاریم و اینکه بتونیم تو رشته موفق باشیم، فکر می‌کنید چقدر زمان میبره برای خوندن منابع؟ چون اول باید درس‌ها رو گذرونده باشین تا بتونین بخونین، به نظرم از همون سال آخر شروع کنن کافی باشه. یعنی تقریبا 7-8 ماه تا آزمون. بلکه چون درسایی مثل تصفیه آب و فاضلاب اینا مثلا میفته ترمای آخر، معمولا مثلا درسای سخت ترم 6 و 7 میتونن همزمان با وقتی که استاد تدریس میکنه تستاش هم کار کنن و آخر بار اون درسایی که ترمای اول داشتن رو بخونن. درسته. و اینکه منابع ارشد واسه منابع دکترا هم کاربرد داره، یعنی اینکه بله. اون منابع بخونن میتونه بهشون کمک میکنه که قبول بشن. و اینکه همین دانشگاه علوم پزشکی اسپان تو چه هیته‌ای، یعنی تو چه باز رتبه‌ای دانشجوی PhD میگیره؟ تا رتبه 14 میتونن بیان. تقریبا تا رتبه 14. من خودم رتبه‌ام 6 بود ولی اولویت اولم اصفهان بود، ولی تا رتبه 14 برای دکترا میتونن. و اینکه زبان انگلیسی میدونم که تو ارشد دکتر خیلی مهمه. منبعی هست که زبان تخصصی رشته شما باشه یا نه همون زبان عمومی رو بتونن خوب بخونن از پس سوالاش برمیان؟ برای ارشد به زبان عمومی باید خونده بشه و بیشتر دامن لغات بالا باشه، ریدینگ دارن. ولی برای دکترا به جدیدن 2 ساله که 2 قسمتش کردن، یعنی یه بخش تخصصی خود رشته سوالاش مشابه خود رشته‌مونه و یه بخش عمومی داره. بسیار عالی. چه ویژگی شخصیتی باید یک مهندس بهداشت محیط داشته باشه که بتونه تو رشته‌اش موفق باشه؟ اگر در مقاطع پایین‌تر کارشناسی باشه، یک آدمی میخواد که خیلی مصمم و قاطع باشه، پای تصمیمش بمونه و روی تصمیمش جدی باشه. مثلا تو میری بازرسی یه مغازه، بعد انقدر مهارت داشته باشی و انقدر جدی باشی و انقدر بتونی طرفو مجاب کنی که بتونه اون اصول بهداشتی رو رعایت کنی. بعد اینکه تو دوران کارشناسی ما میدونیم 8 ترم این تحصیل شما طول میکشه، کسی بوده که زودتر بتونه تموم کنه، مثلا 7 ترمه یا حتی 3 ساله؟ نه، ما اینا خود واحدهای درسی خود دانشکده معلوم میکنه. و معمولا 8 ترم میچینم، ترم آخر کارآموزی. بله. و اینکه الان PhD که قبول شدین ورودیتون چند نفره؟ ما 4 نفریم، 3 نفر روزانه، 1 نفر شهریه پرداز. و اینکه میدونی شهریه این رشته در مقطع PhD حدوداً چقدر هزینه بردار هست؟ پایه شهریه 22 تومنه. یعنی هر ترم 22 میلیون تومان به صورت پایه پرداخت اگر میکنن. سهمیه جانبازی یا مثلا ایثارگر داشته باشن فکر می‌کنم 15 میلیون باشه. درسته. و اینکه امکان انتقالی گرفتن برای کسی که یک دانشگاه دیگه قبول شده در مقطع کارشناسی منظورم هست، میتونه انتقالی بگیره؟ یعنی انتقالی گرفتن راحته یا شما کسی رو دیدی از دانشگاه خودتون در مقطع کارشناسی به دانشگاه دیگه انتقالی گرفته باشه یا بالعکس؟ 1 نفر رو داشتیم که انتقالی در چه ترمی این کار انجام؟ ترم فکر میکنم 3 یا 4 این کار انجام میدن. بله. و فکر میکنم سهمیه هم داشتن، یعنی نمیدونم که شرایطش چجوریه، ولی از تربت جام اومده بود شهر کرد.
آها درسته. و اینکه این رشته طرحش اجباریه یا اختیاری؟ طرحش اختیاریه. اختیاری یعنی چی؟ یعنی اینکه بازار کارش خوب نیست که اختیاری کردن طرحو به نظرتون، یا نه حالا چون بچه‌ها اغلب کار پیدا میکنن شاید به دنبال طرح نمیرن به نظر خودتون؟ چون توی حیطه بیمارستان یا کار عملی که تو بیمارستان نیست، به نظرم برای همینه که اختیاری گذاشتن. چون دست خودته که هر جا که میخوای مثلا انتخاب کنی، دوست داری بری محیط زیست کار کنی، دوست داری بری بیمارستان کار کنی، یا میخوای بری توی شرکت ها کار کنی، میخوای شهرداری کار کنی، میخوای بری سازمان آب و فاضلاب کار کنی. خیلی متفاوته. به نظرتون گرایش شما به عنوان بهداشت محیط نسبت به سایر رشته‌های بهداشتی مثل بهداشت عمومی از نظر بازار کار چطوره؟ شما بهتر میبینید یا نه در یک سطح یا حتی بدتر از نظر بازار کار؟ نسبت به بهداشت حرفه‌ای یا که به نظرم بهداشت حرفه‌ای دستشون بازتره روی کار آزاد و شرکت‌هایی که میخوان برن دستشون بازتره، و نسبت به بهداشت عمومی ها هم ما گزینه‌های بیشتری داریم. مثلا یه بهداشت عمومی نهایت کاری که میتونه بره تو مرکز بهداشت و بیمارستان اگه باشه، ولی ما غیر از وزارت بهداشت تو وزارت علوم یا شرکت‌های دیگه هم میتونیم وارد بشیم. بعد این که میگن این رشته بیشتر برای پسراست مردونه است، چقدر درسته از نظر شما؟ برای بازرسی ها روحیه مردونه خیلی بهتره، هرچند که الان کم شده اکثرا دخترن، ولی مثلا من خودم اعتقادم که بهداشت حرفه‌ای باید بیشتر پسرا باشن. یعنی اکثر خانم‌ها توانمندی این که وارد شغل بهداشت محیط بشن رو دارن. درسته. و اینکه برای ادامه تحصیل فکر می‌کنم خانم‌ها بیشتر رو میارن به ادامه تحصیل به خاطر همین شرایطی که شما میگید. و اینکه هوش مصنوعی توی رشته شما چه تأثیری گذاشته؟ کمک کننده بوده یا بالعکس باعث شده که اون سطح کارتون کاهش پیدا بکنه و یه جورایی بازار کارتون رو ازتون بگیره؟ نه، کمک کننده بوده. حالا تو حیطه درسی که ارشد و دکترا میتونیم ازش کمک بگیریم، تو حیطه مقاله نویسی میره، و حیطه کاری ما میتونیم مثلا اصلا از مدل سازی استفاده کنیم و بیایم اون آلاینده که وارد محیط میشه رو از طریق هوش مصنوعی و مدل سازی پیش بینی کنیم که چقدر اون محیط رو آلوده کرده، ممکنه چقدر پیشروی داشته باشه و چه اثراتی داره، اصلا ارزیابی ریسکش رو انجام بدیم. و حتی تو حیطه آب و فاضلاب مثلا ما میایم آزمایش‌های بیودی COD و موارد دیگه‌ای داریم که میتونیم داده ها رو وارد هوش مصنوعی کنیم و برای ما یه پیش بینی داشته باشه. و کلا عناوین پژوهشی توی رشته چی ان حدوداً؟ مثلا رو چه چیزی کار میشه توی بهداشت محیط؟ اگه بخواید چند تا عنوان بگید که مطرح تره. بیشتر رو حذف آلاینده ها کار میکنیم و آلاینده های نوظهور خصوصا. یعنی روش پیشنهاد میدید؟ بله. مثلا بیورمیدیشن میتونیم کار کنیم، مثلا یه کار بهداشت محیطی و میکروبیولوژیه که میان با استفاده از میکروارگانیسم‌ها اون آلاینده رو حذف میکنن. یا تو حیطه آب، خاک، ما اکثر آلاینده داریم، اینا رو میایم شناسایی میکنیم. حتی همون دتکتش خیلی مهمه. توی آب و فاضلاب مثلا بیمارستان میشه کار کرد که مثلا این داروها که استفاده میشه، مثلا تتراسایکلین یا داروهای دیگه، اینا ممکنه از روش‌های حذفی که توی تصفیه خونه استفاده میشه حذف نشه و وارد محیط شه، روش‌های نوین استفاده میکنن براش. و اینکه درآمدش به نسبت به زحمتش میارزه؟ حالا اون چیزی که از دوستان شنیدید که درآمد خوبیه یا نه؟ یک درآمد کارمندیه و تقریبا مثل درآمد کارمندی میشه. کسی بوده که بتونه بیشتر درآمد کسب کنه؟ یعنی ایده باید بده تو این رشته یا نه؟ یعنی اینقدر بستن مهیا هست که طرف بتونه از این رشته درآمد خیلی بالایی کسب کنه؟ ایده باید داشته باشه، یعنی یه جوری شخصی سازی بکنه، بره سمت شرکت زدن یا شخصی سازی. مثلا یه کاری که میتونن انجام بدن غیر از کارمند شدن، شرکت سهم زدن. مثلا بری تو شرکت سهم و میشه شرکت دست خودته و با توجه به ایده هایی که میدی و کاری که میکنی و بازاریابی که داری میتونی درآمد کسب. و اینکه تو کدوم ارگان‌های دولتی حالا یا خصوصی، حالا فکر کنم اشاره کردین، میتونید استخدام بشید و ترجیح خودتون کجاست؟ یعنی کجا میگن که بهداشت محیط اگر وارد بشه میتونه توش موفق باشه؟ من خودم چون ارشدم و مدیریت پسمان خوندم، ترجیحم شهرداریه یا شرکت هایی که روی مدیریت پسمان یا ارزیابی ریسک، ارزیابی محیطی یا ممیزی کار میکنن.
درسته. چون خیلی مسئله مهمیه و هر شرکت باید اینو داشته باشه. حالا یه سوال خاص میخوام بپرسم، این که رشوه دادن تو رشته شما فکر کنم خیلی پس با این حساب زیاده، یعنی اینکه خب چون بحث پلم کردن مغازه ها و کلا اصناف هست، فکر میکنم که تو این هیتم خیلی یعنی بهتون پیشنهاد این شکلی بشه. نمیدونم حالا تصور من، نظر شما چیه؟ با توجه به اینکه خاطرهایی که دوستان میگفتن چرا بهشون پیشنهاد میشه ولی خب قبول نمیشه. درسته، 100%. و اینکه مهاجرت تو این رشته، کسی رو داشتید که مهاجرت کرده باشه تو این رشته یا دیده باشید از اساتید یا شنیده باشید؟ بله مهاجرت هم داشتیم. به کدوم کشور بوده غالبا؟ آلمان. بیشتر کاری بوده یا تحصیلی میرفتن؟ تحصیلی رفتن. آها، یعنی توی آلمان از این رشته هم استفاده میشه. و در کل اگر بخواین از 0 تا 10 میزان رضایتمندیتون رو از رشته‌تون بگیرید، در مجموع چه علاقتون، چه کار و در کل پرستیژ، از 0 تا 10 یک عدد بخواین به این رشته بدید برای کسی که حالا داره این پادکست رو میشنوه، چه عددی مد نظرتون هست؟ عدد 6. عدد 6، یعنی از میانگین کمی بالاتر. خب به افرادی که به این رشته علاقه‌مندن یا دانشجوان تازه در این رشته و میخوان در نهایت ارشد و دکترا بخونن یا حتی وارد بازار کار بشن، چه پیشنهادی دارید؟ خب بیشتر تحقیق کنن، هیت‌های درسی رو ببینن. مثلا ما داشتیم یکی که اومده کارشناسی و به این نتیجه رسیده اصلا به درس آب و فاضلاب علاقه نداره، اصلا به این درس‌ها علاقه نداره و ممکنه درسایی رو بخونین که در آینده به کارتون اصلا نیاد. مثلا استاتیکی که میخونین ممکنه توی هیته شغلی وارد بشین که مثلا این بخش از درس‌ها به کارتون نیاد و فقط یه بخشش براتون نیاز بشه. مثلا همون پسماندی که میری یه بخشی از درس هست و بقیه درسایی که میخونی مثلا به کار نمیاد. به نظرم بعد از افرادی که تو این کار بودن سوال کنن و دید مثبت به آینده داشته باشن. مثلا بعضی از افراد هستن خودشون دنبال کار نرفتن و مثلا طرف دانشجو ارشده، میای بهش میرسی میگه خیلی بازار کار افتضاحه، خیلی مثلا نیست کار. ممکنه اون طرف روحیش متفاوت باشه، ممکنه اون نرفته باشه دنبال کار، ممکنه دیدش مثبت نباشه. حرفای بقیه باعث نشه که از کار بمونین یا ناامیدتون کنن و حستون رو بد کنن. خیلی ممنون خانم مهندس، لطف کردید که در این پادکست حضور پیدا کردید. خیلی ممنون از شنونده‌های عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن. برای شنیدن سایر پادکست ها در واقع به صفحه ما مراجعه کنید و در مورد رشته بیشتر آشنا بشید که بتونید یک تصمیم گیری خیلی عالی داشته باشید. خدا نگهدار.